سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه‌ها ما با آموزش کاور کوسن بهاران در خدمتتون هستیم. امروز میخوام 2 تا موتیفش رو بهتون آموزش بدم. یه دونه موتیف دسته گل که به این شکل بافته میشه و موتیف بعدیش هم موتیف گل سنبل هستش که به این شکل من بافتم و میخوام آموزشش رو برای شما هم بذارم. پس در ادامه ویدیو همراه من باشید. خب برای شروع بچه‌ها من از رنگ سبز استفاده میکنم. قلابم شماره 2.5 هستش و اینکه من از نخهای ایرانی اکریل تاب دارم استفاده میکنم برای بافت. خب یه گره اول دور قلابمون ایجاد میکنیم. 19 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 و 19. از زنجیره دوم از سمت قلاب به اولی کاری ندارم، وارد زنجیره دومم میشم، یک پای کوتاه میبافم، دوباره وارد زنجیره بعدی، یک پای کوتاه میبافم. 11 تا پای کوتاه باید ببافم. 2 تاشو بافتم، این 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. 11 تا پای بافتم، میام تو بعدی بس میزنم و نخمو قیچی میکنم. این شد برای قسمت ساقه. خب بچه بعد از این که این قسمت رو بافتیم من از رنگ آبی استفاده میکنم، آبی پررنگ. خب بچه این قبل اینکه بخوایم حالا بافت رو شروع بکنیم، این کاور کوسن طیف های رنگ های مختلفی داره. من الان دارم طیف رنگ آبیشو میبافم. خب به خاطر همین از مجموعه رنگ های آبی که دارم استفاده میکنم. شما میتونید مثلا طیف رنگ صورتی ببافید، طیف رنگ حالا مثلا لیمویی و زرد و نارنجی ببافید، میتونید طیف رنگ سبزش رو ببافید و اصلا کلا هر رنگ که خودتون دوست دارین و هیچ اجباری نیستش که حتما از این رنگ هایی که من استفاده میکنم ببافید. خب یه گره دور قلابم ایجاد میکنم، میام توی اولین پایه‌ای که بافتم قلابم رو رد میکنم، یه زنجیره میزنم و حالا توی همینجا 3 تا پای بلند میبافم. 1 این 2 و این 3. دوباره توی همون پایه یه پای کوتاه به این شکل میبافم. خب نخ رها میکنم، قلابمو میارم تو پایه دقیقاً اون زنجیره روبرویی، این نخو میکشم میارم اینور. خب بافت برمیگرده، یک زنجیره میزنم، دوباره همون کاری که اونور تکرار کردم بچه‌ها اینور هم تکرار میکنم. توی همین پایه‌ای که زنجیره رو زدم میام 3 تا پای بلند میبافم. 1 2 و اینم 3. دوباره یه پای کوتاه میبافم، نخ رو رها میکنم، میام توی پایه بعدی، نخ رو میدم سر قلاب، میبرمش اون سمت، یک زنجیره میزنم و توی همونجا پای بلندم رو میبافم. 3 تا پای بلند توی یک پایه. یه پای کوتاه میبافم، نخ رو رها میکنم، دوباره بچه ببینید میام رو پایه روبرویی، یعنی یک پایه رها میشه میام تو پایه روبرویش دقیقاً
نخو میدم سر قلاب میکشم، بافتم برمیگرده و 3 تا پای بلند میبافم. 1، این 2 و این 3. یه پای کوتاه هم میبافم، نخم رو رها میکنم، به این پایه کاری ندارم، تو پایه روبرویش میام و نخ رو میدم سر قلاب و یک زنجیره میزنم. خب این کار رو تا انتهای این قسمت که 11 تا پای کوتاه بافته بودین بچه باید انجام بدید. خب بچه ها ببینید در نهایت بافت شما یک همچین چیزی میشه که شما هر سمتیشو که خودتون بیشتر دوست دارین میتونین اون سمتشو به عنوان روی بافت استفاده کنید. این نخارم با همون روشی که خودتون بلدین میتونید بین بافت پنهان کنید یا پشت بافت حالا گره بزنید و نخا رو قطع کنید. به نظر من اگه گره بزنید خیلی بهتره. چند بار گره محکم میزنیم و بعد از ته قیچی میکنیم. خب اینا هم که بعد باشه دیگه، برای قسمت ساقه‌هاش بعد باشه. این نخم بچه‌ها بین بافتتون میتونین پنهانش کنید دیگه، حالا هر روشی که خودتون بلدین. بین گلبرگ‌ها بیاریدش و قیچیش کنید. خب بچه ببینید این بافت پشت و رو نداره. خب شما هر سمتیشو که فکر میکنید قشنگ‌تره، من فکر میکنم این ور بافت من خیلی قشنگ‌تره تا این ورش. خب هر سمتیشو که خودتون فکر میکنید دوست داری میتونید به عنوان روی بافت ازش استفاده کنید. و اینکه یه نکته رو بهتون بگم بچه‌ها، از این موتیف ما 2 تا باید ببافیم و یعنی 2 تا سنبل داریم، پس در نتیجه از این موتیف ما باید 6 تا ببافیم. از این ببخشید سنبل باید 6 تا ببافیم. 3 تاشو روی یه موتیف میذاریم، 3 تاشو روی یه موتیف دیگه. پس از این 2 تا دیگه باید ببافین و بعد برگردین تا موتیف مربع زیرشو بهتون آموزش بدم. خب بچه ببینید من الان 3 تا گل سنبل رو بافتم و هر 3 تاش هم بچه یه رنگ بافتم. اینا رو میذارم کنار و میخوام حالا موتیف زیرش رو ببافم. بچه موتیف ساده مربع برای زیر این سنبل نیازه. خب ما برای اینکه بتونیم موتیفش رو ببافیم اول میایم یه حلقه جادویی میزنیم. خب و 3 تا زنجیره، یه حلقه جادویی زدم، یه زنجیره که اول ایجاد کردم، اینم 2 تا. حالا 2 تا پای بلند دیگه هم میبافم با اون 3 تا زنجیره‌ای که اول زدم، میشه 3 تا پای بلند. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 3 تا پای بلند، 2 و این 3. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میخوام موتیف ساده ببافم. 1 2 و 3. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. یه زنجیره میزنم، نخ ابتدای بافتم رو کامل میکشم که جمع بشه، میام توی سومین زنجیره‌ای که زده بودم تو همون ابتدای بافتم
یک پای کوتاه میبافم. خب حالا 2 تا زنجیره 3 تا زنجیره میزنم و داخل همینجا یه دونه پای بلند دیگه میبافم. خب حالا ببینید اینجا من 3 تا پایه دارم. بالای هر کدوم از پایه ها یه پای بلند میبافم. 1 2 و این 3. رسیدم به فضای گوشه. داخل فضای گوشه 2 تا پای بلند میبافم. 1 و 2. 2 تا زنجیره میزنم. دوباره داخل فضای گوشه 2 تا پای بلند میبافم. پس 2 تا پای بلند، 2 زنجیره، 2 پای بلند داخل فضای گوشه. دوباره میرسم به این قسمت 3 تا پای بلند باید ببافم. 1 این 2 و این 3. دوباره به فضای گوشه رسیدم. داخل فضای گوشه 2 تا پای بلند، 2 زنجیره و 2 پای بلند دوباره داخل فضای گوشه. رسیدم به قسمت زل. 3 تا پای بلند روی بالای پای بلندام میبافم. این 2 و این 3. داخل فضای گوشه رسیدم. 2 تا پای بلند میبافم. 1 2 2 تا زنجیره، دوباره 2 تا پای بلند توی همون فضا. خب داخل بچه ببینید رسیدم به قسمت زل. 3 تا پای بلند بالای 3 پای بلند رج قبلم میبافم. 2 و اینم 3. رسیدم به فضای گوشه. 2 تا پای بلند میبافم. 1 زنجیره میزنم. ببینید به این شکل. 2 تا زنجیره میزنم و میام بس میزنم به 3مین زنجیره‌ای که تو ابتدای بافتم رجم زده بودم. ببینید به این شکل. خب این موتیف مربعی ماه. دوباره من بچه‌ها 3 تا زنجیره میزنم. توی این فضای 3 زنجیره‌ای یه دونه پای بلند دیگه هم بافتم. حالا ببینید اینجا 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پای بلند توی رج بعدی باید ببافیم. به فضای 3 زنجیره‌ای که رسیدیم 2 پای بلند، 2 زنجیره، 2 پای بلند. دوباره به فضای زل که رسیدیم 7 تا پای بلند. دوباره به فضای 3 زنجیره‌ای میرسیم و توی هر رج تعداد پای بلندامون زیاد میشه بچه‌ها. این موتیف رو همینجوری ما ادامه میدیم تا بزرگتر بشه و من بچه‌ها 6 رج در حقیقت 6 رج میخوام این موتیف رو بزرگش کنم. شما هم ببافید برگردین تا ادامهش رو بهتون بگم. خب بچه ببینید الان من 6 رج این موتیف مربعمو بزرگ کردم. شما تا هر مقداری که دوست داشته باشین میتونین اینو ببافین و هی توی رج هاتون تعداد پایه هاتون بیشتر میشه و موتیفتون بزرگتر میشه. ولی خب تا همینجا هم کافیه. من این نخواهم قیچی میکنم. بچه بعد این موتیف ها رو شما باید بخار بزنید. خب و توی استند موتیف، حالا نمیدونم دیدید یا نه، توی استند موتیف باید به این شکل بذارید که حالا فرم خودشون رو حفظ بکنن و یه مقداری حالا لطیفتر و لختر بشن. بعد میاید و این گل ها رو به این شکل خب روی این موتیفتون این گل ها رو میدوزید. حالا من به خاطر اینکه رنگ این دوتا خیلی نزدیک به هم دیگه است ممکنه تو ویدیو جلوه نشته باشه، ولی اگه دوست دارید میتونید موتیف زیرش رو از رنگ سفید انتخاب بکنید و ببافید و به این شکل بچه‌ها باید این موتیف ها رو اگه میتونید با نخ نامرئی
بدوزید. اگه نه میتونید چسب بزنید حتی، ولی اگه بدوزید خیلی بهتره. و این قسمت پایینش هم حالا یا میتونید پاپیون بزنید یا میتونید با نخ کنفی. البته بچه اینو حالت کج هم میتونید شما ببینید به این شکل بدوزیدش. خب دیگه این کاملا سلیقه‌ای هستش که شما چجوری دوست دارید این کار رو انجام بدید. خب بریم تو ویدیوی بعدی آموزش موتیف بعدی رو بهتون بگم. خب بچه ها برای موتیف دوم ما میایم همون مربعی که موتیف مربع ساده‌ای که بهتون آموزش دادم و اونو میبافیم. با رنگ سفید بافتمش. خب و بعد با یک رنگ دیگه، با حالا رنگ آبی یا هر رنگی که خودتون دوست دارین، باید بیاین و دور این موتیف رو دورگیری بکنیم با پای کوتاه. به چه صورت؟ ببینید من الان گره رو دور قلابم میندازم، میام از گوشه بافت، خب تو قسمت گوشه بافتم یه پای کوتاه میزنم، خب یه زنجیره هم میزنم، دوباره همینجا یه پای کوتاه میبافم. حالا بچه ها بالای تمام پایه های این موتیف مربعم یه پای کوتاه میزنم. پس فقط با پای کوتاه دورگیری میکنم دیگه، با پای بلند نمیبافم. تا انتها با پای کوتاه میریم. من میگم چون طیف رنگی بافت من کاور کوسنی که من میخوام ببافم آبی هستش، کلا از طیف رنگی آبی و از سفید تا سرمه‌ای بچه‌ها استفاده میکنم. شما میتونید حالا با توجه به استوریایی که میذارم متوجه بشید که حالا چه رنگی رو بیشتر دوست دارین و کاور کوسنتون رو هم رنگی که خودتون دوست دارین و طبق سلیقتون هست ببافید. خب دوباره بچه ها ببینید میرسم به گوشه باف رسیدم، یه دونه پای کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم، دوباره یک پای کوتاه همونجا، دوباره شروع میکنم این قسمت رو تا انتها ساده بافی میکنم با پای کوتاه. بچه ها ببینید دور موتیفتون به شکل آبی در میاد. خب بچه ها ببینید من دورگیریمو کامل انجام دادم. ببینید بافت من به این حالت در اومد. حالا میام و یک بست میزنم و یک زنجیره نخ رو به این شکل قطع میکنیم. این از بافت موتیف سادش. خب بچه ها ببینید الان این موتیف رو من با همین پترن بافتم، رنگی بافتم، این موتیف رو ساده بافتم و شما میتونید که کلا از این موتیف برای این کوسن زیبا استفاده کنید. حالا بریم قسمت گل ها. ببینید توی عکس اصلی که نگاه بکنید یک دسته گلی هستش که حالا بالاش 4 تا گل داره، وسطش 3 تا گل و پایینش 1 گل. بریم که با همینو ببافیم. بچه من از 2 رنگ استفاده میکنم برای بافت این گل و چون طیف رنگم آبی هستش یه رنگ سرمه‌ای برمی‌دارم و یک رنگ آبی. این کانوای من یک مقداری ضخیم‌تر هستش، به خاطر همین سایز گل من بزرگتره، وگرنه جفتش از یک پترن بافته شده که خب ایرادی هم نداره. حالا خیلی مهم نیستش که سایز گل ها یکی در بیاد. خب من یه حلقه جادویی اول میزنم و داخل این حلقه جادویی یک پای کوتاه میبافم. حالا 3 تا زنجیره میزنم و 3 تا پای بلند داخل حلقه جادویی میبافم. این 2 و این 3. دوباره 3 تا زنجیره و یک پای کوتاه داخل حلقه. دوباره بچه ها 3 تا زنجیره میزنم، تکرار میکنم، 3 تا پای بلند، 1 2 و 3. دوباره 3 تا زنجیره میزنم،
میام داخل حلقه جادویی میشم، یک پای کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره، 3 تا پای بلند. بچه گل 4 پر هستش، به خاطر همین ما این کار رو 4 بار باید انجام بدیم. خب دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 پای بلند و 1 2 3 زنجیره میام داخل حلقه جادویی و یک پای کوتاه میبافم. حالا این نخ انتهای حلقه جادویی رو من میکشم که گل کامل جمع بشه. بعد میام توی این پای کوتاهی که اول بافتم زده بودم یک بست میزنم به این شکل و بافتم رو تمام میکنم. این شد گل 4 پر ما. حالا بچه ها این نخ رو من میبرمش پشت بافت به این شکل و حالا وسط باف رو باید الان ببافیم. از نخ بچه ها رنگ زرد استفاده می کنم. یک مقداری انتهای بافت رو بلند می گیرم و میام یک گره دور قلابم میندازم، 10 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. نخ و قیچی میکنم. خب ببینید بچه ها وسط این زنجیره ها ما یه گره میزنیم، یعنی نخمون رو گره میزنیم که این زنجیره ها یه مقداری برجسته تر بشه. خب ببینید به این شکل یه گره زدم. حالا میام این گره رو میندازم داخل این وسط گلم. ببینید گلم چون وسطش خیلی باز شده این دوتا رو یک گره بزنیم که حلقه جادوییمون باز نشه. خب ببینید جفتش رو از همون وسط بافتم بچه ها رد کردم. خب به این شکل. حالا میام به این نخ بلنده کاری ندارم، این نخ کوتاه رو با این نخهای آبی پشت بافتم گره میزنم که این قسمت هم کامل فیکس بشه و در نیاد. بعد این نخهای اضافی رو قیچی میکنم. این نخ بلندم برای اینه که حالا ما در ادامه وقتی که این گلبرگ ها رو وصل بکنیم، این گل ها رو وصل بکنیم به اینجا، به این نخ ها نیاز داریم. خب این 3 تا وسط قرار میگیره، 4 تا از این گل ها این بالا قرار میگیره. حالا این نخ ها بچه ها از زیر باید رد شه دیگه و این یه دونه هم که این پایین. و بچه ها یه برگ هم باید ببافیم، 2 تا البته، یه دونه این ور یه دونه اون ور. بریم این برگرم بهتون آموزشش رو بدم. بچه ها برای آموزش برگ با نخ سبز ما اول 10 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. زنجیره اول از سمت قلاب کاری ندارم، وارد زنجیره دوم از سمت قلابم میشم و یک پای کوتاه میزنم. تو زنجیره بعدی پای متوسط میبافم. حالا توی 5 تا زنجیره بعدی یک پای بلند میبافم. این 1 2 3
4 و اینم 5. حالا یک پایه متوسط تو زنجیره بعدی، یک پایه کوتاه توی آخرین زنجیره، 2 تا زنجیره میزنم، بافتم و برمیگردونم سمت دیگه زنجیره ها، یک پایه کوتاه میبافم توی دقیقاً پایه روبرویی، در واقع این طرفه. با بچه ها قرینه عمل میکنیم دیگه. پایه کوتاه بافتم، یه پایه متوسط میبافم، حالا 5 تا پایه بلند، 1 این 2 3 4 و 5. یه دونه پایه متوسط تو پایه بعدی و یه پایه کوتاه هم دقیقاً توی این دونه آخر. خب ببینید به این شکل. حالا ببینید دقیقاً ما وسط بافتمون میبینید که اینجوری فاصله افتاده. میام قلابم رو وارد میکنم، نخ رو از زیر میکشم، یک زنجیره میزنم، دوباره قلاب رو از رو وارد میکنم، نخ رو از زیر میکشم، زنجیره میکشم، زنجیره میزنم. بچه ها ببینید این قلابمون رو از حفره های بین بافتمون رد میکنیم. ببینید که این حفره ها هم یه جورایی پنهان بشن توی بافت. ببینید به این شکل. نخم و قیچی میکنم. ببینید به این حالت در اومد. نخ و قیچی کردم. حالا میام از نوک بافت، این پایه‌ای که دقیقاً نوک بافتم هست، این نخ رو رد میکنم و به پشت بافتم هدایتش میکنم. میبرمش پشت بافت و اینجا با این نخه گره میزنم و نخ رو قطع میکنیم. خب ببینید به این شکل. حالا موتیفمون رو میاریم. خب بچه ها ببینید موتیف رو میاریم و شروع میکنیم از گلهای که 4 تا بافته بودیم برای قسمت بالاش. ببینید بچه ها به این شکل این گلها رو یه حالت نیم دایره طور ببینید وصلشون میکنیم. حالا جاشون رو مشخص میکنیم. بعد روی این موتیف باید بچه ها اینا رو حالا یا بچسبونیم یا بدوزیمشون، هر کدوم که خودتون راحت ترین همون کار رو انجام بدید. حالا رنگای تیره تر رو میاریم. ببینید به این شکل وسط بافت. و اینم دونه آخر، گل آخرمون. جاشون رو مشخص میکنیم. خب این برگ ها رو زیر اینا میذاریم. حالا یا اگه دوست دارید میتونید اینجا هم بذاریدش، چون اینجا خالی تره فکر میکنم این ور بهتره. خب ببینید بچه ها اینا رو به این شکل ما میدوزیم. خب ببینید موتیف به این شکل در میاد. بعد این نخا تا همین جایی که هستن، بعد اینکه اینا رو دوختیم و فیکسشون کردیم، تا لبه
این موتیف مربعیمون نخ‌ها رو قیچی میکنیم. این مقدار نخ باید آویزون باشه. خب بعد میتونید حالا پاپیون درست کنید، با نخ کنفی میتونید درست بکنید، با حالا با همین رنگ زرد یا حالا با هر رنگ کانوایی که دوست دارید میتونید پاپیون درست بکنید و این قسمت کار بذارید که حالا مثلا این دسته گلتون با این پاپیون بسته شده. اینم از آموزش موتیف دوم. بریم که تو ویدیوهای بعدی آموزش های باقی موتیف ها رو ببینیم.